این راحت ترین و بهترین دستور دوناتیه که میتونی تو خونه امتحان کنی. همین اول دکمه سیو رو بزن، گمش نکنی و تو اولین فرصت امتحانش کنی. فقط بافت بی‌نظیرش رو ببین، محشر این دستور. تخم مرغ رو حسابی مخلوط کنید، کره همدمای محیط، شکر رو اضافه کنید و بعد هم خمیر مایه. شیر ولرم رو طی 2 مرحله بهش اضافه کنید. آرد و نمک رو هم طی 2 مرحله بهش اضافه می‌کنید و بعد با دست حسابی ورزش میدید. اگر خمیرتون چسبنده بود، کمی بهش آرد اضافه می‌کنید، خیلی کم. 10 دقیقه حسابی ورزش بدید و 40 دقیقه بذارید استراحت کنه. بعد استراحت اول پف خمیر رو بگیرید، سطح کارتون رو آرد پاشی کنید، خمیر رو چند دقیقه‌ای ورز بدید تا یه خمیر یک دستی به دست بیاد و بعد با وردنه خمیر رو صاف و یک دستش کنید و بعد کاتر بزنید، بذارید رو کاغذهای روغنی. 10 دقیقه تا 1 روبی استراحت کنه و بعد تو روغن داغ و شناور دونات ها رو سرخ کنید، با شکلات بنماری شده تزیین کنید و نوش جونتون.